تبریک میگم، تو به تازگی به عنوان سرایدار جدید شیفت شب در قبرستان بهشت سکینه استخدام شدی. قبرستانی فراموش شده در آن زیر کرج، جایی که قبرها جابجا میشن تا یهو پچ میکنن و همه اسمایی که روی سایکل نوشته شدن لزوما دفن نشدن. وظایف ساده است: در ورودی رو قفل نگه دار، فانوس‌ها رو روشن کن، از داخل کلبه سرایدار محوطه قبرستان زیر نظر داشته باش، اما مهمتر از همه قوانین رو دقیق دنبال کن. قانون 1: بعد از ساعت 2 شب اگه صدای قدم‌زدن روی شیرریزه ها رو شنیدی اما کسی رو نزدیک مسیر ندیدی، توی کلبه بمون، از پنجره نگاه نکن. اگه بفهمن که داری نگاهشون میکنی میان نزدیکتر. قانون 2: اگه یکی از فانوس‌های قبرتون خود به خود خاموش شد فوراً دوباره روشنش کن، مگر اینکه اون یکی که نزدیک قبر روح الله است. اگه صدای اذان از مناره قدیمی قبل از ساعت 3 صبح به گوش رسید فوراً به تلفن قبرتون جواب بده. یه صدا ازت میپرسه آیا ریش سفید هنوز زنده است؟ جواب بده بله. بعد سری تلفن رو قطع کن، به یک خط از نمک جلوی در کلبه بکش. 10 دقیقه وقت دارید قبل از اینکه اون برسه اونجا. قانون 4: اگه روی یک سنگ قبر سکه دیدی به هیچ عنوان برش ندار. اونها پول یک برای عبور امن گذاشته شده. اگه بردارشون یعنی قبول کردید به جای اون مرحوم سفر رو تو ادامه بدی. قانون 5: اگه تصویر خودت رو در شیشه های رنگی مسجد دیدی در حالی که اصلا نزدیکش نیستی قایم شو. اون نسخه اصلیه که توی تاریکی بهتر را میره و برای تصادف بلدت نیاز به تپش قلب نداره. خورشید دقیقاً رأس ساعت 6:12 صبح طلوع میکنه. اگه طلوع نکرد از جا تکون نخور و دعا کن دوباره صدای اذان نیاد. هوشیار بمون و موفق باش.